کارامل بیس یا کارامل نمکی که پایه خیلی از دسرهای فرانسویه. ساسپنمون رو یا قابلمه استیلمون رو میذاریم روی حرارت متوسط و شکر دونه ریزمون رو لایه لایه توی چندین مرحله داخل ساسپن میریزیم تا کاملا ذوب بشه. و حواستون باشه که اصلا لیستک یا قاشق چوبی داخل کاراملتون نزنید که شکرک میزنه. کم کم مشخصه که شکر داره آب میشه. شکرمون که آب شد یه لایه دیگه شکر دیگه میریزم. حرارتتون هم ملایم باشه. به این شکل ساسپن رو میتونید تکون بدید که شکر رو بیاد یه سمت، اونایی که آب شده سمت دیگه ساسپن قرار بگیره. مجدد قسمتایی که شکر نبود و یه مقدار شکر ریختم لایه لایه تا آب بشه. جایی که میبینید شکر آب شده کم کم بریزیم تا بشه براتون. حواستون باشه که فقط نسوزه. خب زمانی که بیشتر شکرتون رو داخل ساسپن ریختین و آب شد، سریع خامتون هم بذارید به جوش بیاد. خامه سریع جوش میاد که هر دوشون همزمان با هم دیگه آماده باشه. لایه بعدی حواستون باشه اصلا نسوزه. شکر اگه بسوزه کربا میشه و در واقع تلخی میگیره اون کاراملتون. خامه رو گذاشتم روی حرارت تا به جوش بیاد و با لیستک هم میزن. مابقی شکر رو هم میزن. خامه که به جوش اومد زیر شعله‌اش رو خیلی کم میکنیم تا همزمان با هم دیگه آماده بشه. من کم کم که داره شکرم کامل حل میشه و در واقع کارامل خشکم آماده است. خب به محض اینکه کاراملم درست شد و شکرم کاملا حل شد، خامه 100 درجه رو به کارامل 190 درجه اضافه میکنم. توی این مرحله خیلی باید حواستون باشه چون کارامل 190 درجه است و یه مایه داغ داریم به کارامل 190 درجه در واقع می‌ریزیم. زمانی که یه مایه 100 درجه رو به یه کارامل در واقع 190 درجه اضافه می‌کنیم، به این عمل میگن دیگریت کردن. حالا یا خامه است یا شیر داغه و یه بخار 100 درجه ساطع میشه. خامه رو تو 3 مرحله به کاراملمون اضافه میکنیم و در واقع این کارامل داریم دمای کاراملمون رو میاریم پایین. توی این مرحله مدام هم میزنیم با ویسک. به این میگن ویسک و مدام هم میزنیم کاراملمون رو و دماش به 105 درجه برسه. 103 تا 105 درجه و حتما باید با یه دماسنج دماش رو بگیریم. یه رنگ فندقی بهمون میده و اگر حالا رنگی که اگر دماسنج نذارید و رنگ فندقی بگیریم قطعا به اون دمایی که باید برسه نرسیده و زمانی که میره داخل یخچال و خنک میشه
رنگش باز میشه کاملا. حتما باید دماسنجی که درصد خطاش خیلی باید پایین باشه، یه دماسنج خوب استفاده کنید. دمای این حالا من الان میگیرم دماشو به 105 که رسید میریزم داخل یه پارچ و با بلندر میزنم، بلندش میکنم تا کاملا براق بشه. هرچی با بلندر بیشتر بزنید کاراملمون براق‌تر میشه و زمانی که همون داخل پارچه با بلندر داریم میزنیم، دماش که به 70 رسید کاراملمون، کرمون رو بهش اون موقع اضافه میکنیم. من دمای کارامل رو میگیرم مجدد، دماش 104 105. من دیگه کاراملم رو از یه حرارت برمیدارم. خب کاراملم رو انتقال دادم به یه پارچ و با بلندر شروع میکنم به بلند کردن. من 20 گرم شکلات داشتم، شکلاتم هم بهش اضافه میکنم که یه طعم شکلات رو میتونید اضافه هم نکنید، یه طعم شکلاتی جالبی میگیره. دمای کارامل هم الان حدوداً 70. کره رو بهش اضافه میکنم و بلند میکنم. هرچی بیشتر کاراملتون رو با بلندر بزنید، کاراملتون براق‌تر و قشنگتر میشه. بهش 2 پینچ نمک هم اضافه میکنیم. ببینید چه کارامل نرم و براقیه، بدون هیچ حباب اضافه‌ای. دقیقاً همون چیزی که برای یه دسر فرانسوی حرفه‌ای میخواید. شما میتونید داخل یه ظرف تاپردار بریزین و سطح روش رو با یه نایلون کاور کنید و حدوداً 3-4 هفته داخل یخچال نگه دارید. کامتون شیرین.